سلام، عصرتون بخیر. برگشتیم به آموزش ماتریکس جلسه دوم. این جلسه بیشتر مانوری که میخوام بدم، اول از هم یه توضیح راجع به تمام این منوهای توسی رنگ سمت چپ بهتون میدم. بعدم راجع به مین منو میخوایم صحبت کنیم. بعد تو جلسه بعدی راجع به منوهای بعدی و بعدم که دیگه کاملا شروع میکنیم. تو جلسه قبلی من راجع به اینکه چه شکلی صفحه رو بخوایم ریستور بکنیم صحبت کردم واسهتون، که گفتم برای اینکه صفحه‌تون ویوپورتتون به حالت اولیه نرمالش که همین الان برگرده، بذارید من به همش بزنم، برگرده، بیاین توی ویو و ریستور ویوپورت رو انجام بدیم. نه تنها برنامه ماتریکس، همه برنامه هایی که وجود دارن از فتوشاپ گرفته تا خیلی از برنامه های دیگه، برای انجام دادن یک کار 1000 تا راه مختلف دیگه ای هم توی اون اپلیکیشن، توی اون برنامه گذاشتن. یعنی فقط یه دکمه نیست که بتونین شما یک کار رو انجام بدین. من تا جایی که ذهنم یاری بکنه سعی میکنم که همه راه ها رو بهتون بگم، ولی خب ممکنه که نرسم یا یادم بره که بخوام همه، مثلا برای انجام یک کاری همه حالت های ممکن رو بگم. برای همین اگر شما راه دیگه هم برای انجام هر کار دیگه پیدا کردین، خب اون مورد قبوله، هیچ مشکلی نداره. من حالا یادم اومد که واسه همین ریستور ویوپورت هم ما چند تا روش دیگه داریم که راحت ترینش به نظر من حالا اینه که بجن که بیاین توی ویو و از اینجا ریستور ویوپورتس رو انتخاب بکنین، همینجا خیلی راحت گزینه ریست رو با یک کلیک بزنید و ویوپورتاتون به حالت اولیه برمیگرده. بیاین با هم امتحان کنیم. نگاه، به حالت اولیه برگشت. باز دوباره به همش میزنم تا بهتون نشون بدم که از یه راه دیگه، از همون بالا، از توی تولبارتون اگر بیاین تو ویو میتونین دوباره ریستور ویوپورتس رو از اینجا هم انتخاب بکنین. پس تا الان 3 تا روش مختلفش، شاید باز روش مختلف دیگه هم وجود داشته باشه که میتونین این کارا رو انجام بدین. خب حالا برگردیم سر بحث امروز. امروز میخوام راجع به این منوهای توسی این گوشه باهاتون صحبت بکنم که داستانشون از چه قراره. اول از همه ممکنه که شما دلتون نخواد همه این منوها رو ببینین، به نظرتون خیلی شلوغ میشه، یا حالا جلوتر که میریم وقتی که میخواین کار کنین یه خورده آزاردهنده است که بخواد همه این منوها باز باشه، گیجتون میکنه. برای اینکه بتونین که این منوها رو ببندین، فقط مثلا منوی دلخواهتون باز باشه، فقط کافیه که یه 2 بار روی اون منویی که میخواین اون بالا کلیک بکنین تا اون منو بسته بشه. به این حالت ببینین من اینا رو دارم میبندم، همه رو ببندم. خب الان من همه منوامو بستم. اولین منوی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم، اولیش آیکون هیستوری هستش که این آیکون هیستوری به شما میاد کارایی رو که فرض کنین یه طراحی انجام دادین، برای اون طراحی خب خیلی استپای مختلفی انجام دادین تا به اون شکل آخریه برسه. به شما میاد 8 مرحله آخری که کاری که انجام دادین رو نشون میده بهتون. حالا چرا میاد این کار رو میکنه؟ چون بعضی وقتا شما باید مدام یک کار رو هی تکرار بکنین و این به شما این اجازه رو میده که سرعت ببخشه به کارتون، نمیذاره که مثلا دوباره بخواید برین هی پیداش کنین، دوباره رو کلیک کنین، دوباره باز کنید. مثلا ممکنه ادیت کرده باشین، سایزهای مختلفی رو واسش تغییر داده باشین. برای همین خیلی واسه شما راحت تره که اگه یه کاری رو قبلا انجام دادید همینجا انتخابش کنید و دوباره براتون همون کار رو انجام بده. منوی بعدی که امروز خیلی راجبش قراره صحبت کنیم مین منو هست که خودش شامل یه سری منوهای دیگه میشه که میبینین که هر کدومشون اسمای مختلفی دارن و هر کدومشون هم با یه رنگ خاصی معلوم شدن: زرد، سبز، آبی، بنفش. حالا باز راجبش صحبت میکنیم. زیرش هم باز ما 11 تا آپشن خیلی خیلی مهم داریم که باز راجب اینا هم صحبت میکنیم دونه بدونه که ببینیم چی هستن. منوی بعدی که داریم در حقیقت میشه منوی سوم، اگر همون حالت
نرمال صفحه منوهاتون باشه، یعنی جاشو تغییر نداده باشین که حالا الان بهتونم نشون میدم چه شکلی میتونین جاشون رو تغییر بدین. منوی سوم منوی دیسپلی هستش که توی منوی دیسپلی شما میتونین نحوه نمایش کارتون رو انتخاب بکنین. حالا بسته به نیازتون میتونین تنظیم کنین که چه شکلی باشه که باز جلوتر راجع به هر کدومشون کامل براتون میگم که چی هستن. منوی بعدی منوی چهارم منوی اسنپس هستش به معنی گیره ها که شما برای اینکه بخواین یه طراحی رو انجام بدین، یه شکل رو بخواین دقیق رسم کنین، حتما بعد از این اسنپ ها استفاده کنین. یعنی بدون اسنپ شما هیچ طراحی رو نمیتونین انجام بدین. غیر ممکنه که بتونین یه شکلی رو درست در بیارین، سایزا درست باشه. و اینکه خب چون ما داریم با میلیمتر کار میکنیم، خب میتونین خیلی مثلا بگین که اوکی من فقط همینجور دارم یاد میگیرم، مثلا مهم نیست. ولی برای اینکه بخواین یه طراحی دقیق انجام بدیم و چون با میلیمتر هست، خب دقت اندازه گیری و همه اینا خیلی مهمه. پس ما میایم از این اسنپ ها استفاده میکنیم که الان دوتاشون آن هستن، یکی مید آنه، یکی هم اند. حالا باز توضیح میدم که هر کدوم چیه. بعد منوی بعدی، اینا رو ببندم، همون منوی رو که فقط میخوام توضیح بدم باز کنم. منوی بعدی اینفو اند ستینگز هستش که توی این اینفو اند ستینگ شما تمام اینفورمیشن های پیچیده و ساده و هر چیزی که مرتبط به پروژهتون باشه رو اینجا میتونید ببینید. و خیلی آپشن های دیگه داره، لایبرری منو داره، آل آبجکتس اینفو داره و خیلی چیزهای دیگه که باز بهتون توضیح میدم. منوی بعدی منوی لیرزه. اونایی که با فتوشاپ کار کردن فکر میکنم با این منو کاملا آشنایی دارن. مثل فتوشاپ شما هم اینجا منوی لیرز دارین، منوی لایه ها هستش. شما میتونین هر قسمت از طرحتون رو توی یه لایه خاصی ذخیره بکنید و ما حتما این کار رو خواهیم کرد، برای اینکه خب خیلی راحت تر بعدن میتونید ادیتش کنید، خیلی راحت تر با توجه به خواست مشتریتون میتونید مثلا به فرض مشتریتون میگه من میخوام رینگم مثلا این مدلی باشه، یا مثلا یکی دیگه میگه یه مدل دیگه، میتونین تو لایه‌های مختلف ذخیره کنین، میتونین قفلش کنید، میتونین که از حالت آن بودن آفش بکنین، ترن آفش بکنید. و حالا خیلی توضیح میدم که راجبش که هر کدومشون به چه صورت هستش. معمولا اگر نگاه کنین، حالا همینجا اینو بگم، برای متالا، برای متریالی که استفاده میشه خودش رنگ سبز رو در نظر میگیره. برای یوزرها این 4 تا رنگه که باز شما میتونین رنگا رو عوض کنین. برای دایمندا و جواهراتی که میخواین استفاده کنین معمولا رنگ آبی و رنگ پیشنهادی خودش هست، ولی باز همه اینا قابل عوض شدنه، یعنی هیچ اجباری نیست، اینا بای دیفالت این رنگا گذاشته شدن. اینا رو هم ببندم، برم سراغ منوی آخر که منوی پروژکت هستش که توی این منوی پروژکت شما میتونین پروژه که از قبل طراحی کردین رو ببینید. قرار بود که من راجع به نحوه نصب ماتریکس هم توضیح بدم، اصلا سر همین من مجبور شدم که ماتریکس خودم رو آنینستال کنم دوباره بریزم. اما به خاطر اینکه ممکنه یه سری مجبور بشیم که از کپی این برنامه استفاده کنیم به جای اصلش، برای همین من نتونستم اونو ویدیو بذارم، ولی شما میتونین ویدیوی نصبش رو از توی گوگل سرچ کنید و پیدا کنید. حالا اگر کسی پیدا نکرد شخصا به هم پیام بده که من براش لینکش رو بفرستم، ولی راجع به نصبش من نمیتونم نصبش رو بذارم. خب اینم از این. حالا برگردیم به سر مین منوی خودمون که ببینیم مثلا چه خبره. توی مین منو گفتم که هر کدوم، خب اینجا ما الان میبینیم که تو مین منو یه سری فایل و ویو و یوتیلیتیز و میجر و کاستم داریم. این منوهای این بالا فایل و ویوش
حالا باز مثلا نگاه کنین کرو و سولید هم باز بالا داریم، ترانسفورم هم داریم. بعضی از این منوهای داخل اینو شما اون بالا هم دارین میبینین. چرا؟ چون کرو وقتی که شما این ماتریکس رو نصب کنین حتما باید راینو رو نصب داشته باشین. یعنی برنامه ماتریکس در حقیقت روی راینو اضافه شده. برای همین بعضی از آپشن ها و منوهایی که شما توی ماتریکس میبینین با راینو مشترکن. برای همین این بالا هم میبینین که دبل شدن. کرو این چارت های اول، کرو، سرفیس، سولید و ترانسفورم منوهای راینو هستن که توی ماتریکس بر اساس نیازهامون بهینه شدن. بقیه منوها که سابدی هست، آرت، بیلدر، تولز، جمز، ستینگ، کاترز و رندر برای مختص برنامه ماتریکس هم. خب میایم اینجا میخوام اول از همه از کرو شروع کنم و براتون گفتن که توی کرو ما پلی لاین داریم که میتونیم با پلی لاین چی کار بکنیم. انتخابش میکنم. خب ترجیح میدم دونه دونه برم جلو. ما با کرو میتونیم تمام خطای 2 بعدی و 3 بعدیمون رو باهاش رسم بکنیم. همیشه برای اینکه یه طراحی 3 بعدی داشته باشیم باید اول خطوطش رسم بشه. با همه دستوراتی که توی این منو از شما میتونین خطوط رو رسم کنین. حالا خطوط حتما لازم نیست که شکسته باشه، میتونه کرو باشه، میتونه کمان باشه. کرو یعنی منحنی منظورم بود. شکلای منتظم باشه اگر درست بگم، مثل چارزلی و مثلث و دایره و بیزی و اینا. اصلا منتظم نیستن دیگه دایره و بیزی. بعد وقتی که این شکلاتون رو رسم کردین میتونین با یه سری ابزارهای دیگه مثل سرفیس میتونین بهش سطح بدین، مثل سولید میتونین بهش حجم بدین و خیلی کارهای دیگه که یواش یواش یاد میگیریم. بعد میرسیم سر این راجب کرو بود و سرفیس هم که گفتم میتونین شما سطح بدین به اشکالتون. با سولید هم میتونین حجم بدین. یه سری اشکال هم که خیلی راحت میتونین رسم کنین. با ترانسفورم شما میتونین تغییر سایز ایجاد بکنین، شکلتون رو خم و راستش بکنید و خیلی کارهای دیگه. با سابدی میتونین طرحهای خاص ایجاد بکنین. مثلا اینجا یه سری از انگشترهای از قبل آماده طراحی شده رو داره خودش. مثلا من الان کلایا سیگنت رینگ رو انتخاب میکنم، نگاه کنی خودش انگشتر طراحی شده رو واسه من باز کرد. یعنی خیلی راحت شما میتونید همین رو تغییرش بدین. حالا ما الان این اصلا لازمش نداریم، دیلیتش میکنیم. برای دیلیت کردن یه آبجکتی، یه انگشتری که طراحی کردین یا حالا هر چیزی که طراحی کردین، کافیه وقتی که تو حالت سلکت قرار داره، میبینید اینا الان حالت سلکت. الان من رو صفحه اینجا بیام روی صفحه پرسپکتیو، توی پورت پرسپکتیو نگاه کنین میبینید که تو حالت انتخاب این شکل من. برای همین برای اینکه از این حالتی که میخوام دیلیتش کنم فقط کافیه که شما دکمه اسکیپ روی کیبوردتون رو فشار بدین. بعد میرسیم سر بیلدرها که باز توی بیلدرها گفتم که یه سری شکلایی از قبل آماده شده هم داریم، مثل اترنیتی رینگ که خب خیلی معروف ترین مدلی که الان راجبش صحبت میکنیم. یه سری از طراحی ها رو خود ماتریکس گذاشته توی این بیلدر، شما میتونید اضافه و کم هم بکنید. بعدی که میخوام براتون بگم راجع به تولز هستش که تو تولز خب از اسمش هم معلومه دیگه، ابزارها. شما توی این ابزارهای خیلی مختلفی دارین که مهمترینش به نظر من یکی آبجکت چکره که حالا بعداً جلوتر میبینین که مثلا شما یه انگشتر طراحی میکنین، بر اساس یه سری تغییرات یادتون میره یه تیکه انگشتر اون خطوط باز میمونه، یعنی نتونستین اون رو تبدیل به صفحه بکنید یا حجمش بدین. این آبجکت چکر به شما این کمک رو میکنه که شکل شما رو چک میکنه و هر جا ایرادی باشه بهتون میگه که اوکی ببین اینجا خطاه، اینجا اشتباه داری، برو ببین مشکلش چیه. یا میتونین که اندازه گیری بکنین متالتون رو، یا اینکه میتونه به شما وزن کارتون رو بده که بفهمین که مثلا اوکی این انگشتری که شما ساختین، این جواهری که شما ساختین وزنش چقدره.
خب مسلما بعضی وقتا شما نیاز دارین که کار رو بهینه بکنید، انقدر وزنش سبک باشه تا جایی که ممکنه سبکش بکنین که خریدار بتونه قابلیت اون خرید اون انگشتر رو داشته باشه. پس با این آپشن ها اینجا میتونین کار کنید و متوجه بشین که مثلا وزنش چقدر و چیا رو باید تغییر بدین. بعدی میرسیم سر گزینه جیمز هستش که توی جیمز شما اینجا میتونین بیاین برای اولا که واسه جواهرات فقط استفاده میشه دیگه، چون شما دارین میایین نگین میذارین، الماس میذارین، میخواین بر اساس اون طراحیتون رو انجام بدین. منوی بعدی منوی ستینگ هستش که بیشتر منوی مخراج کاری، هم توی که مدل مختلف مخراج کاری هست، ولی منوی اصلی برای مخراج کاری منوی کاترزه. یعنی ما تو جلوتر هم که میریم بیشتر با منوی کاترز کار میکنیم تا ستینگ. توی حالا فرقش ممکنه بگین چیه. تو منوی ستینگ شما ممکنه طراحیتون رو کرده باشین، بخواین روی سنگتون و کارتون یه سری چنگا پایا رو بیارین، یه سریش اینجا میگم تو هم ستینگ مشترکه هم توی کاترز، برای همین فرقی باز نمیکنه، ولی من خودم به شخص معمولا از کاترز استفاده میکنم. توی منوی کاترز منوی مخراج و مته گذاشتنه که مثلا حالا یعنی چی میگیم مخراج یا مته گذاشتن؟ یعنی که شما یه انگشتر رو طراحی میکنی، میخواین جای سنگاشو مشخص کنید. شما سنگو که نمیتونین یهو از اینجا بردارین بیارین بذارین رو کار، اون نوک تیز سنگ رو هوا میمونه. باید شما توی طراحیتون هم این سنگو درست جا بندازین. برای اینکه این جای سنگ معلوم بشه باید بیاین از این منوی کاترز کمک بگیرین. حالا ما چند مدل مخراج کاری داریم. مخراج کاری ریلی داریم یا کشویی، قلمخور داریم، چنگ از خود داریم، کاسه‌ای، دیواره یا بزه، جوشیده یا پیف. همه اینا رو حالا میایم توضیح میدیم که چه جوریان و چی کار باید کرد. منوی آخری که اینجا داریم رندره که تو مرحله آخری که شما طراحیتون رو انجام کردین میایین از طرحتون رندر میگیرین که میخواین به مشتری نشون بدین. خب اینجا شما دارین طراحی سه‌بعدیشو انجام میدین، در حقیقت هیچ جذابیتی برای مشتریتون نداره. شاید اینو ببینه اصلا از شما هیچ خریدی نکنه، چون متوجه نمیشه که مثلا اون طرحی که شما دادین چیه. پس واسه مشتری وقتی چیزی که میخواین ارائه بدین رندر خیلی مهمه که اون کار نهایی رو رنگ و لعاب بهش میده و جلوه میده بهش که شما میتونین به مشتری اون رو نشونش بدین. خب حالا میتونیم بریم از منوی من منوی آرت رو یادم رفت راجبش براتون توضیح بدم. تو منوی آرت به وسیله این منو شما میتونین به عکستون حجم بدین که باز حالا اینها رو هم باز بیشتر توضیح میدیم که چه جوری هستن. از منوی کرو اول از همه میخوام براتون شروع بکنم که منوی کرو چیه و کارش چیه و چی کار میکنه. گفتم که منوی کرو برای اینه که شما خطوط 2 بعدی و 3 بعدی خطوطتون رو ایجاد بکنیم، بعدم بهشون حجم 2 بعدی و 3 بعدی بدیم. اولیش که پلی لاین هست. گفتم اگه بخواین اسم یه چیزی رو ببینین میایین روش، این بالا که الان نمیتونم جفت و همزمان بیام، اون بالا بغل مین منو اینجا اسمشو میتونین ببینین. نگاه شد پلی لاین. پلی لاین رو انتخاب میکنم، شروع میکنم به ترسیم کردن. خیلی راحت هر شکلی که بخواین با پلی لاین میتونین ترسیم کنین. برای اینکه از حالت انتخاب در بیاد بذارید من دوباره اینو انتخاب کنم، پاکش کنم، دوباره بکشم. خب اول روش کلیک میکنین، شروع میکنین به کشیدن. نگاه کنید اگر من هیچ دکمه‌ای نزنم این تا ابد به شما هی گزینه انتخاب اینو داری که ادامه بدی. گفتم که توی کامند لاینتون رو حتما چک بکنین برای اینکه تمه چیه ما توی کامند لاین مشخصه. الان که میبینین اینجا نوشته next point of the polyline press enter when done. وقتی کارتون تموم میشه با نگاه کنین خودش داره بهتون میگه press enter when done. وقتی تموم شد اینتر رو کافیه بزنین. من دیگه الان نمیخوام نقطه دیگه بزنم، یکی دیگه هم اضافه کنم. دیگه الان نمیخوام نقطه اضافه کنم برای اینکه از این حالت ادامه دادن خارج بشم، فقط کافیه دکمه اینتر رو بزنم. تمام، شکل ما آماده است.
اگه رو شکلتونم یک کلیک لفت بکنین شکل شما رو تو حالت سلکت در میاره. باز نگاه کنین توی کامند بار نوشته one curve added to selection. اگر هم که دو صفحه دور رو بر کلیک کنین از حالت انتخاب در میاد. این از پلی لاین. خب پلی لاین رو پاک میکنم. بعدی سینگل لاین هستش. به شما اجازه اینو میده که یه خط رسم کنین. شاید شما بذارید من اینو بزرگش بکنم صفحه رو. تو لوکینگ داون صفحه رو بزرگ کردم که بهتر ببینین. بیام خود بالاتر. خب شما الان میگه که خب من ممکنه که بخوام یه خط صاف رسم کنم ولی مثلا این شکلی دستم بلرزه بخوام حالت عادی استفاده کنم، مثلا دقیق از وسط نباشه یا مثلا خطم کج و کوله بشه. ذره بذاریم بیام نزدیکتر شاید بهتر نشون بده بهتون. وایسین. خب اینجا بهتره. برای اینکه یه خط رو شما بتونیم ببینید الان من حق انتخاب دارم که کج برم. بذارین یه دونه این شکلی رسم کنم. بیام نزدیک بهتون از نزدیک نشون بدم. ببینین میبینین این خط من یه ذره حالت شکستگی داره. برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه ریست کنیم، برای اینکه این اتفاق نیفته بهترین حالتی که موقع طراحی شما میخواین یه خطی رسم کنین اینه که بذارید من دوباره انتخابش کنم. کافیه شما کلیک اول رو که میکنین نقطه آغازی تونه. برای اینکه این اتفاق نیفته کافیه دکمه شیفت رو نگه دارین و خیلی راحت خط صاف رسم کنین. میبینین دیگه این لرزش هایی که الان تو حالت معمولی داره رو دیگه با نگه داشتن دکمه شیفت نداره. دکمه شیفت رو نگه داریم. من هنوز هیچی کلیک نکردم، فقط دکمه شیفت رو نگه داشتم. وقتی خارج میکنه از دکمه شیفت شما حق انتخابای بیشتری دارین، ولی وقتی دکمه شیفت رو میزنین فقط میتونین خط صاف رسم کنین. میبینین؟ فقط با یه سری زاویه خاص و خط صاف 90 درجه 45 درجه. با این آپشن دومم که سینگل لاین بود فقط شما میتونین یه دونه خط رسم بکنید. بعد آپشن بعدی که داریم اینترکرپ اینترکرف من یه لحظه سویچ کردم رو انگلیسی. اینترکرو که شما میتونین باهاش منحنی رسم کنین. با هر کلیک میبینین این حالت منحنی رو رسم میکنه. حالا راجع به این نشونه‌گران براتون صحبت میکنم که این پوینت ها چه شکلی هستن و به چه صورتن و چه شکلی ما میتونیم حالا این پوینت ها رو دوباره ببینیم. چون بعضی وقتا شما این شکلتون رو رسم میکنین و نیازه که یه پوینت خاص مثلا یه خورده تیزی اینجا رو دوست دارین بکشین عقب‌تر. چه شکلی میتونین این کار رو انجام بدیم که خب بذارین حالا همینجا بهتون بگم. اینجا تو همون منوی مین منو اینجا گفتم که آپشن 11 تا آپشن خیلی کاربردی داریم که هیچ جای دیگه نمیتونین پیداشون کنین. همشون توی مین منو هستن که یکیشون همین ادیت پوینتس آنه که وقتی روش کلیک میکنین تمام اون پوینت هایی که کلیک کرده بودین و گذاشته بودین روی شکلتون مشخص میشه و شما میتونین پوینت هاتون رو ببینین. اگرم بخواین ادیتشون بکنین هیچ کاری نداره، خیلی راحت یکی از پوینت هایی که میخواین ادیت کنید و دستتون یعنی روش کلیک میکنین، لفت کلیک میکنید و جابجاش میکنید. به فرض مثلا من اینو میخوام یک کمی بیارم بیرون یا اینو کشیده ترش بکنم. به این حالت دوباره بخواین از حالت انتخابم خارج شین که فقط دکمه اسکیپ رو میزنید و از این حالت خارج میشین. بعدم برای شکل‌های منتظم که میشه شامل مربع و مستطیل شما میتونین از آپشن رکتنگل استفاده کنین
خیلی راحت بکشین شکلی که میخواین. و first corner of the rectangle شما میتونین بیاین اینجا انتخاب کنین که سایزش چقدر باشه، از کجا شروع کنین به کشیدن. باز بهتون گفتم این کامن لاین خیلی مهمه، سعی کنین یه بار خودتون وقتی دارین تمرین میکنین یه بار همین شکلی که میخواید و دستی بکشین، یه بارم سعی کنین از کامن لاین استفاده کنین تا با کامن لاین هم آشنا بشین. آپشن بعدی که داریم برای سرکل که باش میتونیم دایره بکشیم. نقطه اول که کلیک میکنین مرکز دایره‌تونه. کلیک بعدی که میکنین در اصل میاد شما شو دایره رو تعیین میکنین، ولی شکل که میکشین کامل شکلتون دایره است دیگه. شکلارم که ببینین اینا بهتون گفتم اینجا فعلا شما تو پرسپکتیو شما سه‌بعد نمیبینین چون هیچ حجمی نداره، شما فقط فعلا دارین ترسیم میکنین. شکل بعدی الیپسه که شما باش میتونین بیزی بکشین. من یه ذره بیام دورتر، بیام یه پارت دیگه صفحه، مثلا اینجا باز نقطه اولی که میذارین الیپس سنترتونه و نقطه انتهایی میشه شعاع اولیتون. همونطور که میبینین اینجا هم نوشته end of first axis، اولین شعاعتونه و شعاع بعدی و پوینت بعدی که میذاره سکند اکسسه که اندش میشه و تموم میشه کار. بیزیتون ترسیم شد. بعدی آرک هستش که ما 2 تا آپشن داریم برای آرک کشیدن. یه آپشن اینه که شما اول میایین سنتر آف آرکتون رو انتخاب میکنین، مثلا اینجا. بعد استارت آف د آرکتون میگه که میخواید آرکتون از کجا شروع بشه. آرک همون کمان منظورمه. کمانتون از کجا شروع بشه، مثلا به فرض میگیم اینجا. بعد شروع میکنین مثل پرگار نیم دایره کمانتون رو رسم کردن. من خودم خیلی با این راحت نیستم، من معمولا خودم از این یکی استفاده میکنم، آرک دایرکشن. بیایم اینجا تو این بخش صفحه لوکینگ داون رو بزرگ کنم که اینجا میایم استارت آف آرک، دوباره نقطه شروعش رو میزنین که میخواین کجا باشه نقطه شروع آرکتون. نقطه انتهای آرکتون میخواید کجا باشه، به فرض من میگم میخوام اینجا باشه و کافیه که شما دستتون رو یه ذره میبینین بکشین از رو صفحه، یعنی حالت کمانی پرگار کار نمیکنه. شما نقطه آغاز و پایان کمانتون رو اینجا انتخاب میکنید. اونجا ما اول سنتر رو انتخاب میکردیم، بعد نقطه استارت کمان، بعدم اند کمان، ولی اینجا فقط شما نقطه استارت و اند کمانتون رو مشخص میکنید دیگه. مرکزش رو خودش میبینین اتومات یه مربع این وسط صفحه داره تکون میخوره. وقتی دستم و من تکون میدم خودش مرکز رو بر اساس اون کمانی که شما میخواین جابجا میکنه و بهتون نشون میده. به فرض من میگم که کمانم میخوام اینجا باشه به این حالت. واسه من این راحت تره. حالا شاید واسه شما خود آرک معمولی، آرک اکستنشن، خیلی راحت از آرک دایرکشن باشه. بعد راجع به ریبیلد و ریفیت و اینا صحبت میکنیم. اینا مهمترینشون واسه الان اینا بودن. و راجع به این 11 تا منویی که این زیر بود واسهتون صحبت کنم، بگم که چی هستن، بعد دوباره برگردیم اینجا. میخوام یه چیز جالب دیگه بهتون نشون بدم. شما با استفاده از این آپشن شما میتونین دوپلیکیت داشته باشین، یعنی از رو شکلتون یه کپی بگیرین، انتخابش میکنین، بعد میاین روی دوپلیکیت کلیک میکنین. نقطه‌ای که میخواین کپی ازش شروع بشه، به فرض میگین اینجا، از اینجا شروع بشه. میخوام یعنی نقطه شروع کپیتون منظورم بود. بعد هر جا که دوست داشته باشین کپی رو انجام میدین. باز این همین چنان ادامه میده تا شما از این حالت خارج نشین. این کار رو واسهتون ادامه میده. حالا با هر کلیک من دارم هی کپی های متفاوت از روی این کمانم میزنم. برای اینکه خارج بشینم باز مثل حالت قبل فقط کافیه دکمه اینتر رو بزنید. راجع به ادیت پوینتس آن صحبت کردیم. کنترل پوینتس آنم مثل همون میمونه. به فرض این شکل اولیه چون من اینو سلکت کرده بودم
اینو داره نمایش میده که با شما میتونید اینو عوض کنید. فقط یه چیزی اینجا الان خوب شد که من اینو تغییر دادم. همونطور که اینجا دارین میبینین من این شکل اولیه، این کمان اولیه بود که رو حالت سلکت بود. وقتی شما کپی مختلف میگیرین شکل اولیه رو، من چون لیر نیومده بودم هر کدوم از اینا رو توی لایه های دیگه ای ترسیم کنم، همشون توی یه لایه هستن، توی لایه اولیه هستن، چون شکل اصلی رو دارم تغییر میدم تمام کپیاش هم همزمان با این تغییر میکنن. پس اینجاست که لایه ها مهمن. مثلا شما دو تا مثلا کپی میخواستین از کارتون داشته باشین، باش میخواین یه تغییر دیگه انجام بدین، حواستون نبوده که اونو توی یه لایه دیگه بذارین یا مدل کپیتون رو انتخاب کنین. چون شکل اصلی رو انتخاب کردین مدل کپیش هم به تبع داره تغییر میکنه اینجا. بعد بعد برمیگردیم به حالت میرور که شما میتونین از شکلتون میرور بگیرین. میاد میگه میرور بگیرین یعنی چی؟ یعنی که مثلا آینه قرینه میکنه شکلتون رو. انتخابش کردم، نوشته select objects to mirror. انتخاب کن آبجکت هایی که میخوای میرور بکنی. به فرض من میگم این. وقتی که انتخاب شد دانو میزنم. دانو زدم. حالا میگه start of the mirror plane. میخوای استارتش از کجا باشه؟ من میگم اینجا. نگاه کنی عین همون شکلی که اونجا بود و الان برای من میرورش رو آورده. میگه حالا بر اساس اینکه اگر اینو کوچیک کنی میاد این ورتر، یا حالا ببری با بیاری پایین میره اون ور به سمت بالا، یا مثلا من میذارمش اینجا. خب بعد آبجکت ببخشید دکمه موو داریم که باش میتونین آبجکتمون رو تکون بدیم و حرکت بدیم. select objects to move. دوباره توی کامند بار بهمون میگه که چه شکلی میتونیم مووش بکنیم. کافیه شما انتخابش بکنین و وقتی که انتخابش کردین میتونید که مثلا ببینیم 3 تا رو من انتخاب کردم. وقتی انتخاب کردین دکمه دانو میزنین، دوباره نقطه ای رو که میخواین تکون بدید و انتخاب میکنین، نقطه استارت موو انتخاب میکنید و بر اساس اون میتونین جابجا بکنین. And the move command work history on 3 object to restore history and undo your changes. run the undo command. اوکی. میگه که شما جابجا کردین. اگر میخواین که میتونین undo بکنید، برگردین به حالت قبلی. برای همین گفتم مثلا اینجا این آپشن ها خیلی مهمه. اصلا الان نگاه کنید اینجا به شما 8 کار قبلیتون رو داره نشون میده و با اینا شما میتونین یه مرحله برین جلو، یه مرحله 8 مرحله بیاین عقب، 8 مرحله برین جلو. حالا من برگردونم اینو به این حالت. بعد آپشن بعدی که دارین روتیت هستش که شکلتون رو میتونین باش بچرخونین. آپشن بعدی اکسپلود هست که شما شکلتون رو میتونین باش خورد بکنین. آپشن بعدی جوین هست که میتونین شکلاتون رو به همدیگه وصل بکنین که حالا یه تمرین با این حتما انجام میدیم که بیشتر با اینا آشناشین. اسپلیت هم میاد جدا میکنه و حالت تریم داریم که شما میگین یه قسمت خاصی رو براتون ریموو بکنه از شکل و خیلی خیلی الان اصلا دیگه بریم جلوتر. برای طراحی انگشتر اولین کاری که ما باید بکنیم باید رینگ داشته باشیم. برای داشتن رینگ کافیه این رینگ ریل رو انتخاب کنید. رینگ ریل رو انتخاب میکنید، بعد پایین این پایین تو پارت پروژکت بعد از پروژکتتون شما رینگ رو میبینین که نوشته سایز بر اساس USA. شما میتونین انتخاب کنین انگشترتون دارین برای کجا طراحی میکنین، سایزش میخواین بر چه اساس باشه، USA باشه، یوروپیان باشه، فرانس باشه، جرمن باشه، سوئیس، ژاپن، یا مثلا کاستم رینگ سایزی که بر اساس خودتون و ست ریجنش رو میتونین انتخاب بکنین که معمولا ما رو حالت یوروپیان کار میکنیم و معمولا بذارید من انتخابش کنم عوض شد و معمولا هم رو سایز 50-52 کار میکنیم. حالا باز میتونین عوضش کنین هر سایزی که خودتون مد نظرتون باشه، مشتریتون انگشتر رو بخوان. که دکمه استارت رو بزنین شما میبینین که رینگتون یعنی این وسط شکل گرفته، اما اینجا چون لوکینگ داونه شما فقط یه خط دارین میبینین. اگر بیاین روی پرسپکتیو میبینین رینگتون اینجا قشنگ تو 3 بعدش رو دارین میبینین.
آپشن بعدی که داشتیم سرفیسه که میاد صفحه درست میکنه که صحبتشو میکنم به زودی. بعد سولید هستش که گفتم میاد به این کروای شما حجم میده. یه سری از حجم رو شما خیلی راحت بدون هیچ مشکلی میتونین همین الانم رسم کنین بدون اینکه لازم باشه که مثلا به اول خط رسم کنید بعد بخوایم بهش حجم بدین، که مثلا میتونین یه خیلی راحت یه استوانه رسم کنین. من سفر و ویو پورت رو برگردم به حالت اولیه که 4 تا ویو پورت ها رو ببینین. میبینین من الان یه دایره توی لوکینگ داون کشیدم و لوکینگ داون انتخاب خوبی برای کشیدن سه‌بعدی نیست، چون شما باید حجم بدین و ارتفاعش رو رسم کنید. توی لوکینگ داون خیلی این آپشن خوبی واسهتون نیست. برای همین یا باید از تو پرسپکتیو استفاده کنین که بتونین ارتفاعش رو ببینین، یا از تو ترو فینگر و ساید ویو که وقتی میخواین ارتفاع بدین مشخص باشه که چقدر دارین ارتفاع میدین و به چه صورت هست کارتون. بعد مخروط هست که خیلی راحت میتونین رسمش بکنید. من این مخروط من هستش که خود خوابیده است، یه خورده که نه کامل خوابیده است. به حالت مدل دوناتی هستش که بهش میگن توروس. اول دایره رو میکشین، بعد دایره دوم رو رسم میکنین، بعدم بهش حجم میدین. اینا رو باش کار کنید که دستتون بیاد که کدوم اول انجام میشه، کدوم برای مثلا طراحی همین مدل دوناتی اول رینگ اولیش رینگ کوچیکه هست یا رینگ بزرگه خارجی. بعد مدل استوانه توپر داریم که باز دوباره میبینین که تو پرسپکتیو اینا قشنگ خودشون رو دارن نشون میدن. بعد مدل الیپسوید داریم که باز اینم از سنتر شروع میشه و باز اینجا میتونین شما ارتفاع و حجم مختلف بهش بدین و ببینینش. تو پرسپکتیو کاملا تفاوت اینا با اینا معلومه. این مخروط اولیه من همونطور که میبینین اینقدر تخت کشیدمش که حالت صفحه پیدا کرده، ولی واسه بقیه شکل میبینین که همون حجمی که باید و دارن. حالا یواش یواش میبینین که چه شکلی میتونیم یه تیکه از حجممون رو از صفحش رو برداریم، یه صفحش رو اضافه کنیم یا به هم اد کنیم یا از همدیگه کم بکنیم. بعد دیگه چیزی که بتونم بهتون اینجا اضافه بکنم اینه که اینجا اگر میبینین اینجا ما یه باتم اسکرول داریم که آپشن چون زیاده همش توی یه صفحه جا نشده اومده توی 2 تا صفحه مختلف جا داده. یه چیز دیگه که میخواستم راجبش صحبت کنم تو آپشن کاستم هستش که شما توی کاستم میبینین الان خالیه، هیچ ابزاری شما ندارین که بخواین استفاده کنین. کاستم رو گذاشتن برای اینکه شما اگر خودتون دوست دارین آپشنی یا ابزاری اضافه کنین که مثلا خیلی باش کار میکنین، دوست دارین دم دستتون باشه، کافیه که از اینجا خودتون انتخابش کنین و اینجا منوی دلخواه خودتون درست کنین. برای اینکه این کار رو انجام بدین کافیه که بیاین کاستم رو انتخاب بکنین. میبینین رنگش الان آبی شده. بعد رایت کلیک بکنید، چند لحظه طول میکشه تا یه پنجره باز بشه به اسم منو ادیتور. هر آپشنی که دوست دارین اضافه بکنین، خودتون اینجا میبینین آپشن مختلفی هست. هر آپشنی رو که خودتون دوست دارین و میخواین داشته باشید و به این منو اضافه کنین. چه شکلی؟ به فرض میایین میگین که من این آنالایز کرو رو میخوام، انتخابش میکنین، دستتون رو از روی موس بر نمیدارین، همینجور نگه میدارین تا این فلاشر اد زرد رنگ بهتون نشون داده بشه. میارید میز درگش، به قول معروف درگش میکنین روی یکی از این پنجره ها که اینجا وجود داره. من میذارم رو پنجره اول، اضافه شد به این پنجره. شما به اندازه 1 2 3 4 5 6 از این ورم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 به اندازه 60 تا آپشن میتونید خودتون کاستماایز کنید و برای خودتون درست کنید. بخواید هم سیوش کنید فقط کافیه وقتی بعد از اینکه درگش کردین دکمه سیو رو بزنید. چند ثانیه طول میکشه. بعد که سیو رو زدین پنجره رو میبندین.
میبینین که توی این آپشن کاستممون ابزارمون اضافه شده. حالا میگین که نه من اینو نمیخوام، بعد چیکارش بکنین؟ باز دوباره میایین رایت کلیک میکنین، بعد انتخاب میکنید و دکمه دیلیت یا کنسل رو میزنید و اون پاک میشه. من یادم رفت سیو رو بزنم. دوباره برمیگردیم. برای اینکه اینو پاک درست شد فکر میکنم ریمووش بکنین از توی اون پنجره که میتونستین آپشن اضافه کنید و بعدش دکمه سیو رو بزنید و ضبط در کنید و